مرکز میدان پهلوان جمعه وزیر پردارک با پهلوان انشورزاده ابو انسان آماده گوشیدگی هستند. برای هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم برای گوشیدگی زیبای 50 تومانی از طرف احدو از طرف عبدالسلام 50 تومانی از طرف حاجی پرویز 100 تومانی از طرف حاجی پرویز 100 تومانی جمع 350 تومانی برای گوشتینگاه زیبای ابو احسان انشورزاده. مرحمت بازی ادامه می‌یابد. مهمان گرامی معذرت می‌خواهیم که چند وقت شما را گرفتیم و بار دیگر برای احترام کارمندان مقامات گشتنه تاجیکستان گلشن عمرم بهشتم میهنم هر دو عالم از برای منتی با من با تو منم تن اگر باشی تو جانم جان اگر باشی تنم کنده از خود میشوم دل را اگر از خود کنم. جمعه از دعای پردارک از شورف ابو احسان از صاحبان میدان خوب آزمایی میکنند به هر دو پهلوانم برای کار میخواهیم. واقعا ابو احسان از شورف بزرگ فرزند استاد ورزش داور درجه بین الملل حاجی مقصود اشرف می باشند. دست پرور مکتب ورزشی پدر خویش هستند. خلق کرده دانشگاه تربیت جسمانی و مدافع گرجدنی فدراسیون روسیه می باشند. برای گفتگو زیباشون یک جان تشکر. خب حریف شما معرفی میکنیم. خب در مرکز میدان ابو احسان اشرف از صاحبان میدان با پهلوان دولت از دعای پردارک خوب آزمایی میکنیم. بعض پهلوان هم برای کار میخواهیم. برای این خوب آزمایی یک سر سرکه از صاحبان میدان و خواهش میکنیم که منبت برای آنکه مهمانای عالی قدر بازی ما شما تماشا میکنند. این باعث افتخار مردم دهه عراق است که چنین مهمانای عالی قدر قدم وضع کردن. بسید که پهلوانای وزنای وزنین‌تر انوشیروان پهلوان، حسن پهلوان، محمد غفران پهلوان میدان داری کنید تا با گوشتینگاه زیبای خود سمی مهمانان را شد کنید. پهلوانا به گپ داور گوش اندازید. از کمیته داوران خواهش میکنیم که بعد همین خوب آزمایی داوران استراحت کنند. محمد بعد همین خوب آزمایی داور دم میگیرند. از کمیته تشکیلی گوشتنگ بینش ما پروایی توفه میکنه توفه جمعه افته پهلوانا به گپ داور گوش می اندازیم. از طرف داور یک دقیقه وقت میرسد. ابو احسان کوشش کنید زیرا در اینجا تکلیفش دست که وزنای وزنین‌تر میدان داری میکنن. یک دقیقه وقت. من بازم به سمی پهلوانای دهه عراق انوشیروان پهلوان، حسن پهلوان، محمد غفران پهلوان خواهش میکنم صلاح الدین نشوز خود میکنم که بعد همین خوب آزمایی میدان داری کنید و از کل مهمان هایی که در دیگرشون گفتگیری میخوام خواهش میکنیم میدان خالی نماند. دوستان گرامی یکی از فرزندان دیار ما همدیار من شما مجتبی فضلی اکبر که امروز در صف قوه‌های مسلح فدراسیون روسیه در خود مرمنسک کار فعالیت میکند و با مبلغ $50 آمریکایی وارد خزینه نوروزی میکند. از درگاه خداوند برای این افسر تاجیک که در مرز جمهوری فدراسیون روسیه خدمت میکند برای کار میخواهیم. و حالا در مرکز میدان انوشیر پهلوان از صاحبان میدان آماده گوشتگیری هستند. از حاجی مقصود اشرف خواهش میکنیم که این خوب آزمایی را نمایندگی کنند معرفی کنند باشد که در دل پهلوان ها دگان داغ نماند. مرحمت انوشیر پهلوان از جمله اون پهلوان شناخته دیار هستند. Maria,
بالا برای گوشتیزهای زیبای انوشیروان 100 تومان از طرف موسا از ناحیه مشهور کنا و 100 تومانی از طرف جمشید. حالا که 200 تومانی برای گوشتیزهای زیبای انوشیروان برای انوشیروان از طرف میر عبدالخلیل برای گوشتیزهای زیبای انوشیروان 100 تومانی. حالا که 300 تومانی برای گوشتیزهای زیبای انوشیروان. نقلی منظور میارم برای پهلوانان از جای پردارت، از خواجه‌گری دوستی، از خواجه‌گری امیر حاجی امیرov، از شهر مراحل استرافشان، اسفره محمد میدان خالی نماند. صاحب سخن میگوید بیاری کن که میدان از ظهیرش اگر روبه داری رفته از شیر است. امروز خداوند برای ما یک هوای نوروزی را اهدا کرده است. 1 دقیقه وقت از طرف حاجی مقصود اشرف برای این قوازمایی بخشیده می شود. واقعا با حاجی مقصود جای بحث نیست. باور درجه بین الملل واقعا از آن فردان دونفری تاجیکستان هستند که حریف هم پیدا شدند. توفه برای قوازمایی افسر سرکه از نام نعیم جان میرزاده 50 تومانی، از نام شیر محمد احمد شاه 100 تومانی برای گوشتیزهای زیبای انوشیروان سنگین فرامد. از طرف پدر بزرگ انوشیروان 200 تومانی برای گوشتیزهای زیبا همس بشتا کنید. از طرف جمعه سازاجان 100 تومانی برای گوشتیزهای زیبای انوشیروان. از طرف وارث سینا واقعا طبیب حاضر دکتر ملاحظه 50 تومانی دیگر. جمع 800 تومانی اکثر شرکت برای گوشتیزهای زیبای انوشیروان. حاجی مقصود خلیفه معرفی کنید. ناشون اسلام هستند برای گوشتیزهای زیبای احمد اسلام 50 تومانی از طرف یک مخلص دیگر. خداوند تمام جوانای مشهور در خانه اسلام نگه دارد و من تنها یک چیز اعلام میکنم که ما که در عرفه دعوت بساط قوای مسلح هستیم باید که امروز که برای گوشتیزهای زیبای انوشیروان مبلغ گذاری میکنیم باید که برای حمایه وطن در دوام آیم. انوشیروان من ایمان کامل دارم که امروز جوانان مشهوری در اطراف حکومت سخت متحد میشن و دعوت بهانه به سر قوای مسلح در روز باید ما اجرا کنیم. هزار رحمت برای گوشتیزهای زیبای انوشیروان. میدان خالی نماند. من از پهلوانان وزنی‌تر خواهش میکنیم میدان داری کنید. مامو به ما پول دادن روی مصالح پول دیگه همچه پول نمو از نام احمد حسین 100 تومانی اکرم معاشری 100 تومانی دیگر از منطقه فاتح آباد برای گوشتیزهای زیبای انوشیروان. به هر پهلوان هم مدار کار میکنیم. حالا خلیفی انوشیروان ملاجانوف از شهرک دوستان من ایمان کامل دارم که هر دو پهلوان هم برای کار میخواهند. دوستان گرامی خیلی قبلا من گفتم ارتش یکی از رکنهای اساسی دولتداری است. جای تاسف است که بعضا فرزندان دیار مشاه در همین بخش سوانگاری میکنند و من ایمان کامل دارم که این پهلوانایی که گوشتیزداری میکنند یک دلانه صاف دلانه جمع میشویم و برای دستگیری رئیس محترم باید که در یک روز همه با شناسنامه خود در مرکز باشه. من همه پهلوانان ملاجان و شهرک بوستان انوشیروان پهلوان اصحابان میدان قوازمایی میکنند و هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم. دوباره مرکزی میدان حاجی مقصود اشرف بعد از پهلوانا باعث خوشندی است که امروز از شهرک بوستان یک پهلوان‌های ارزنده و سازنده میدان داری میکنند. وقت دوباره گوش میکنیم. دوباره در این قوازمایی انوشیروان غالب آمدن هزار رحمت از طرف یکی از دهقان‌های اصیل دهه نظام الدین زمین 100 تومانی وارد خزینه نوروزی میشه. برای همت بلندشون یک جواب تشکر میگیم. انوشیروان کمی استراحت میکنن و از همین مکتبی که حاجی مقصود تربیت کرده است مکتب گوشتینگیری محمد خسرو تاشیزاده آماده گوشتینگیری هستند. مرحمت میدان خالی نماند. پهلوانایی که در دلتون یک میده اگر جرأت است
با لفظی کوتاهی دیم اگر یه داشته باشه مرحمت میداندازی کنید. امروز تمام مردم گشنه شما را تماشا میکنن و پس از این محاربه شما از پگاه و کارهای دهقانی کشت و کار سر میکنن. از طرفی یکی از پیوندان نزدیک محمد غفران جمالوف 100 تومانی برای گشنگی زیبای محمد غفران. از طرفی پیوند دیگری محمد غفران حاجی فرید 100 تومانی برای گشنگی زیبای محمد غفران. خیلیشان پیدا شدن واقعا قربان محمد رحمتوف با محمد غفران خوب آزمایی کرده بودن. من ایمانی کامل دارم که قربان محمد رحمتوف این دفعه باید درنگ نشود بازی. از نامی یکی از فردهای آبادکار یکی فردهای در دیار شان بارز دارند توشف حاجی ظریف 100 تومانی برای گشنگی زیبای محمد غفران باشد که مبلغ گذاری و فایده فاتحه پدر برای پهلوان چاره‌گذار باشد. یکی از برادران نزدیک ما یکی از دوستان نزدیک محمد غفران بای محمد توشزاده حالا در حساب کتاب شخصی هستند. ایمانی کامل دارم که مبلغ گذاری میکنند. سامانی ها میگه ازار خارجی سامانی را باشد میشود 100 تومانی. خلیفه‌شان از خوجگه دوستی رحیم است. به عرض پهلوان هم برای کار میکنیم و خداوند در کار و در فعالیت جمعه‌های توشف نیز برای کار برای این غلبه اوسان از طرف محبش هاشم 50 تومانی دیگر. مرحمت ما مردم کشوری در افزو براریم، یک ذره هم از دشمن خود خشم نداریم، لیکن همه چین یک دل و جان صلح شکاریم. ما ضد خزانیم و طرفدار بهاریم. ما را وطن و مادر و جانانه عزیز است، مهر دل و عبادی هر خانه عزیز است، آسودگی و کار دلیرانه عزیز است. هر یک قدم خود به همین عرض گذاریم. واقعا حق به جانب شاعر است. همینجا شکر که اساسگزار اصول وحدت بارها تاکید میکند که ما یک وطن، یک زمین، یک مادر داریم که نامش تاجیکستان است. ببینید سخنهای سرور ملت خلیفه محمد غفران پهلوان درویش و از خوجگاه دوستی بعض پهلوان هم برای کار از نام پیوند محمد غفران زفرجان توشف 50 تومانی برای گشنگی زیبای سنگیر محمد گشنگی زیبای محمد غفران. پهلوان به گپ داور گوش اندازید غیرت کنید. برای خوب آزمایی نیز محمد غفران غالب آمدن استراحت میکنند. خواهش میکنیم از همین صاحبان میدان یک نفر و آنها وزنی‌تر میدان خالی نماند. من بازم تاکید میکنم پهلوان‌ها در دلتان ارمان نماند. امروز روز معرفی کردن گوشتنگ خویش است، روز نشان دادن پهلوانی خویش است. سوال سخن میگوید دلیری کن که میدان از دلیر است. مرحمت دلیران میدان امروز آماده است که باید آداب بلند گشتنگ شما را معرفی کند، قدر شناسی کند. من نوبت رو به همکار خوش رجان میگم. خلیفه حسن پهلوان توبیلوف از دیهای پردارد به هر دو پهلوان هم برای کار میکنیم. من قبلا گفته بودم که پهلوان رو در دلتان ارمان نماند. هر یک همون نافهمی هر یک ناجوری که در گشتنگ میشود و ما داور رو حل میکنیم. حالا در این گشتنگ موافقی خواهش هر دو پهلوان ها هر چند که از متخصصان گفتم با قفا ما شدیم در دیها برآمدن ما در کار. این گشتنگ به پیله میشود. محمد شریف جان یکان شعرهای نوروزی برای خوشی خورم که روزگاره که شادی را به هم سازیم، کفی خاکی وطن بوسیم و هر صبحی سحر خیزیم. جوانی فروردینی وطن جان تاجیکستانم، همه چون شعله افشانیم
یک مادر از میمانا خواهش میکنیم به کار پهلوانا التماس صمیمانه خواهش میکنیم دخالت نکنید. در این خوب از ما یک داور حسن جان سفر غالب آمدن و یک جهان میگیم برای پهلوان تابلوف. واقعا تابلوف نیز در چندین خوب آزمایی ها پرچم جمهوری تاجیکستان عزیز معرفی کردن. برای عهده باشان یک جهان تشکر. ادب تاج است از نور الهی. حالا از طرف یکی از فرزندان آبادکار، یکی از جوانانی که در گلشکوفه تاجیکستان در آبادی ناحیه مشای عزیز سرگزاری میکنند 200 سومانی از طرف خدایار حاجی قربان، از طرف حاجی قربان، از طرف حاجی پرویز 100 سومان برای گوشتنگاه زیبای حسن جان، از طرف وارث سینا طبیب حاضر 50 سومانی، از خزینه 100 سرکه جمع 350 سومانی 100 سرکه برای حسن جان معرفی کنید. دوستان حریفشان پهلوان گلوف با لباس ورزشی سرخ از دهه پل دارد. به هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم به گپ داور گوش اندازید. در این گشتین نیست هر یک اشاره داوری درجه بین الملل معنی خدا دارد که انجام نیست. از طرف شورا داخل برای گوشتنگاه زیبای حسن جان 50 سومانی دیگر. از طرف یکی از اساتید بابا جان نیاز 50 سومانی برای گوشتنگاه زیبای حسن جان. از طرف طاهر جان شریف 100 سومانی برای گوشتنگاه زیبای حسن جان خوب گذاری می‌شود. تنها بعدی سخن داور در این خوب آزمایی حسن جان سفر و غالب آمدن یک جهان تشکر میگیم برای تمام آنهایی که مبلغ گذاری میکنند. حاجی مقصود یک نفر هزار رحمت برای آنها. گوشتنگ ادامه دارد. برو در مرکزی میدان پهلوان زیویف یکی از پهلوان‌های شناخته نامور و آرنده‌داری دهه رخ با پهلوان دولت یونس خوجه از دهه پل داره خوب آزمایی میکنند. واقعیت در این خوب آزمایی نیست خیلی حساب نیست. به هر دو پهلوان برای کار میخواهیم. به گپ داور گوش اندازید. با داوران خرخشان نکنید. پهلوان ها برای شما برای کار میخواهیم. واقعا حافظ بزرگوار میگوید روز نوروز است، روز نوروز است سرو گلزار من کجاست، در چمن یاران همه جمعند یار من کجاست. گشته مردم هر یک امروز صید چابکی صید افکنی مردم شکاری من کجاست. پهلوانا مرحمت حتی سلطان رستم خوش میکنیم اون پهلوانا رو از مردم دوتر کنید خلال نرسونم. پهلوانا غیرت کنید. یونس خوجه دولت پهلوان شناخته دهه پل دارد ناحیه جمهوری با پهلوان زیویف از سازمان مردم خوب آزمایی میکنند. به هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم. غیرت کنید. سلطان مرحمت حضور روح جان ما زرفشان و خجان دورش سعادت یار خطلانم بدخشان را بجان آریم. زمین سرز و مصطفا ز هر یک سنگ مرجانی که افسون باغ و بوستانت سری هر سبزه گل ریزیم. پیاپی حکمتی پیشوا پیام بر وطن دارد چماهی کاکل دارد یه ادرس و چکن نازیم. ببین شاکاری های ما همه شاهنامه گردانند کنون در کشور محبوب همه چون جلوه در بزمی. از طرف داور یک دقیقه برای هر دو پهلوان جدا می شود و همچنین از طرف حاجی پرویز برای گوشتنگاه زیبای زیای 100 سومانی وارد می شود. سنگین و مرحمت واقعا امروز من شخصا از نام خود از نام کمیته تشکیلی جشن نوروز دهه راه برای حاجی محترم حاجی پرویز یک جهان تشکر میگم. باشد که خداوند در زندگی در کار و بار ایشان یک کشایش اهدا کند و در کار و در اصل و در نسل و در دینشان برکت خیره.
اهدا کند. همین طریق دوستان گرامی باعث سربلندی ما است که از طرف یکی از فردان برومند دیار ویدا سرگذشتی ما